در حال شنیدن کتابی هستی به نام شفای کودک درون از کانال ووژو. برای شنیدن بهتر پیشنهاد میکنم چند لحظه آروم باشی و نفس عمیق بکشی. اگه همراه ما نیستی لطفاً کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. شفای کودک درون، نوشته دکتر لوسیا کاپاچیونه، ترجمه گیتی خوشدل. مقدمه: زندگی بدون حضور کودک درون احساس تهی بودن را بر جا می‌نهد. این احساس را که زندگیمان فاقد چیزی است. آنگاه می‌کوشیم این احساس خلأ را با سایر انسان‌ها و اشیا و مکان‌ها و فعالیت‌ها و تجربه‌های بیرون از خویشتن پر کنیم. شاید به درازا بکشد تا به بی‌تأثیر بودن این راه حل پی ببریم. مؤثر واقع نمی‌شود. زیرا غیاب آن چیزهای بیرونی علت احساس خلأ نبود. دلیل راستین این بود که کودک درونمان مخفی شده بود. به همین دلیل اتصال خود را با خودمان و دیگران و خدا از دست داده بودیم. با اتصال به کودک درونمان که خویشتن راستین ماست کار به آخر می رسد. یعنی شفا می یابیم و دیگر بار با احساس وصل به پروردگارمان، به خودمان، به دیگران، به جهان و به هستی از توفیق آرامش و شادمانی کامروا می گردیم. آمین. یافتن کودک درونم. 50 سالگی مرحله مهمی از عمرم بود. زمانی تا مکث کنم و در آینه گذشته به 5 دهه از دگرگونی‌های جهان بنگرم. در این آینه 3 جنگ عمده را می بینم. درمانی برای فلج اطفال، تولد تلویزیون و کامپیوتر، ظهور و سقوط استبدادگران، ترور یکی از رئیس جمهوران آمریکا، فرود انسان بر روی ماه، بنا کردن و از هم فرو پاشیدن دیوار برلین. نخست خودم را به شکل کودکی نوپا و تابان می بینم. با گونه های گلگون که در آغوش مادر بزرگم نشستم. آنگاه دخترکی خردسال و هیجان زده که همراه پدرم که تدوین کننده صداست از صحنه‌های صدابرداری استودیوی متروگلدین مایر دیدن می‌کنم و آن وقت دختری دبیرستانی که روپوش پوشیده و قواعد و احکام محدود صاحب منصبان مدرسه را تاب می‌آورد و دست آخر نوجوانی که محض کلاس‌های هنر 2 روز تعطیل آخر هفته زنده است. جایی که استعدادهایم می توانستند در آن بشکفند و ببالند. گویی هر دهه پس از آن موضوع و رنگ و بوی خاص خود را داشت. سالهای دهه 1950 سالهای تکمیل دانشکده و کسب مدرک در رشته هنر بود. سالهای دهه 1960 زمان ازدواج و تشکیل خانواده و توفیق در هنر. در سطوح وسیع‌تر این سالها به موضوع حقوق بشر اختصاص داشت. خودم نیز برای پیکار با فقر همکاری می کردم. در پایان این دهه جنبش زنان به طور کامل آغاز شد. من نیز مانند بسیاری از خواهرانم چندین نقش را بر عهده داشتم. همسر و مادر و هنرمند و مربی. اما ناگاه روزی در آغاز دهه 1970 همه چیز از هم فرو پاشید. شاید این دهه میبایست برای من دهه بحران‌های شخصی باشد. از هم گسستن زندگی زناشوییم و برهم خوردن شراکت شغلیم و پایان زندگی زناشویی پدر و مادرم و رویارویی با مرضی مهلک و تغییری بنیادی در حرفه و شیوه زندگیم. هنگامی که زندگی زناشویی 10 ساله‌ام ناگاه در ژانویه 1970 از هم فرو پاشید، ابداً آمادگیش را نداشتم. زندگی سریع و شتابناکم فرصتی برایم باقی نگذاشته بود تا به کودک آسیب پذیر درون و به قلبم گوش بسپرم. موفقیت مرا به بیرون کشانده بود. برای کودک درون، آن بخش عاطفی وجودمان که نیاز به حمایت و مراقبت دارد و آرزومند بازی و اکتشاف و استراحت است و بودن محض را به توفیق ترجیح می دهد، زندگی عمومی بسیار دشوار است.
3 سال پس از طلاقم به علت فشارهای ناشی از حرفم و سرپرستی از کودکانم به تنهایی، سلامتم دچار بحرانهای شدیدی شد. مرضی مهلک که بر کلاژن یا بافت همبند بدن تأثیر می‌گذاشت. پس از یک رشته درمانهای نادرست در کلینیکی که در آنجا مداوا می‌شدم، در جستجوی سایر راه‌های شفا برآمدم. بیخبر از اینکه قدرتمندترین ابزار شفا مقابلم قرار داشت. همچنان که در دفتر خاطرات روزانه‌ام می‌نوشتم و نقاشی می‌کردم، از آغاز بیماریم این کار را شروع کرده بودم. دریافتم که نگارش احساسهایم عملاً کمکم می‌کرد که از نظر جسمی و عاطفی احساس بهتری داشته باشم. مقدر بود که این کشف سرانجام مرا به عنوان درمانگر و نویسنده به سوی حرفه تازه هنردرمانی راهنمون شود. اگرچه هنگامی که در دفتر خاطراتم می نوشتم تنها برای ادامه بقایم می کوشیدم. بینش هایی که از این شیوه نگارش و نقاشی که بسیار ژرف و شخصی بود به دست آوردم مرا بران داشت که به جستجوی روان درمانی بروم و در آنجا بود که برای نخستین بار از حضور کودک درونم آگاه شدم. از کودکی آسیب پذیر و با احساس و خود انگیخته و خویشتنی خلاق که گریه کنان می‌خواست صدای خود را به گوشم برساند. کودکی که زیر نقاب بالغی که بر چهره نهاده بود، پنهان و محبوس شده بود و می‌خواست نمایان و آزاد شود. و تنها راهی که برای جلب توجهم می‌شناخت مرضی مهلک بود تا به درون بروم و به نیازهایش گوش فرا دهم. از طریق ایفای نقش‌های گوناگون به شیوه گشتالت درمانی و نوشتن خاطرات روزانه و نقاشی با هر دو دست با این کودک واقعی که در درونم، در جسم و احساسها و شهودم زندگی می‌کند و فهم و ادراک و حیاتی تازه را برایم به ارمغان آورده است، آشنا شدم. جان این کودک درون در سراسر صفحات این کتاب با شما سخن می‌گوید و همین جان از شما می‌خواهد که خود راستین خیش را بیابید و حرمتش نهید. خودتان پدر و مادر مهرآمیز خیشتن باشید و همه جنبه‌های زندگیتان را شفا بخشید. زیرا کلید انس و الفت در روابط و تندرستی و شادابی و شور و نشاط و خلاقیت در کار جملگی در دست کودک درون است. داشتن یک کودک درون فعال و سالم بهترین نوع پیشگیری از فرسایش و بیماری است. زیرا او منشأ شوخی و بازی و شعف و جوانی و خلاصه چاشنی زندگی است. وقتی به کودک درون اجازه داده شود که خودش باشد و در دلتان خانه کند، می تواند شما را به سوی سرچشمه حکمت و شادمانی نامحدود هدایت کند. دکتر لوسیا کاپاچیونه، سانتا مونیکا، کالیفرنیا، آوریل 1990. ممنون که با وجو همراه بودی. اگه این بخش برات مفید بود لایک کن و نظرت رو با همون به اشتراک بذار. برای شنیدن فصل بعدی عضو کانالمون بمون. لطفاً تا قسمت بعدی با خودت مهربون باش.